خب دوستان اگر صدای من رو دارید لطفاً توی یوتیوب یا اینستاگرام بفرمایید. خب گویا صدای من هست. ما از حدود 5-6 دقیقه آینده قراره که لایو پخش بازی داماش و گیلان و مس کرمان رو داشته باشیم. البته اگر بازی برگزار بشه، چون که الان مثل اینکه 2-3 هزار نفر از هوادارامون جلوی درپای بسته ورزشگاه عضدی هستن. ما داریم سعی میکنیم که فیلم ها و عکس های این هوادارامون رو منتشر هم بکنیم. گویا برخلاف چیزی که دیروز اعلام شده، متاسفانه جلوی حضور هوادارها رو توی استادیوم گرفتن و عملا هوادارامون نتونستن که وارد استادیوم بشن. دقیقاً بسیاری از هوادارها، همین دوستانی هم که توی لایف هستن، توی پشت درهای استادیوم هستن. البته گویا آقای زحمتکش مالک باشگاه یک رایزنی هایی رو دارن میکنن که در صورت امکان هوادارا بتونن وارد بشن. تا این لحظه گویا این اتفاق نیفتاده و هوادارا نتونستن وارد بشن. این که من مکس میکنم دلیلش اینه که خبرهای تازه‌ای که بتونم براتون بخونم، به محض اینکه بازی هم شروع بشه حتما براتون پخش خواهد شد. تا این لحظه که تصویری از استادیوم سردار جنگل به دست ما نرسیده. لاین اپ بازی هم اومده. من یک طور لاین اپ بازی رو براتون میخونم. اشکان توانا دروازه‌بانمون: مجتبی بیژن، آزاد جعفرزاده، عباس کندل، حسین خیری، پژمان نجات، سجاد قلی‌بریگی، سعید طالبی، سیامک علیزاده، محمد رستمی و امید پورغنبری به سرمربیگری سیامک فرهانی. 11 مرد میدان ما هستن. لاین اپیه که منتشر شده. امیدوارم که جوی که جلوی استادیوم وجود داره مانع از برگزاری بازی نشه، هرچند که شنیده هایم به هر حال به گوشمون رسیده که اصلا خود باشگاه هم تمایلی به این قضیه نداره. تمایلی گویا وجود نداره برای این قضیه که اصلا بازی برگزار بشه. یعنی گویا با توجه به اینکه جلوی حضور هوادارا رو گرفتن، حتی شنیده شده که خیلی‌ها تمایل دارن که بازی حتی اگر شده 3-0 بشه، ولی واقعا زیر بار این خفت و خاری نریم. در شرایطی که توی همه شهرها بازی‌ها با تماشاگر در حال برگزاری هستن، ولی این اتفاق توی رشت نیفتاده و گفتن که هوادار نباید بیان. در حالی که میگم تا دیشب چنین مسئله‌ای نبوده. به هر حال هر خبری که بیاد من حتما بهتون میگم. من این رو هم خدمتتون بگم، شما همین الان میتونید به جای اینستاگرام همزمان توی یوتیوب هم این لایو رو ببینید. یعنی نیازی نیست که از اینستاگرام فقط بخواید این لایو رو ببینید. توی یوتیوب به هر حال امکاناتی براتون فراهم شده که اونجا بتونید چت کنید حتی هنگام بازی و ویدیو رو با هر کیفیتی که گویا میخوان به من پیام برسونن، من مجددا برخواهم گشت. خب حالا اینترنت من اگر اجازه بده، آخرین خبری که الان رسیده، خب خدا رو شکر، گویا در پای ورزشگاه باز شده، هواداران گویا میتونن وارد استادیوم بشن. بله اعلام شده بود که بازی بدون تماشاگره، ولی حالا به خاطر حجم هوادارانی که وجود داشتن اونجا گویا که راضی شدن که در پای استادیوم رو باز کنن. تا این لحظه تصویری از استادیوم نرسیده. واقعا خب خبر خوشحال کننده بود که در پا رو باز کردن.
2-3 هزار نفر از هوادارمون حداقل پشت درهای بسته بودن. من فکر می‌کنم تعداد بیشتری هم با دونستن اینکه درهای استادیوم آزادی باز شدن تا نیمه دوم خودشون رو به ورزشگاه میرسونن. آقای علیزاده، بله درها رو همین الان باز کردن. سوال پرسیدید که توی مسیر هستید. بله درها باز شده و هوادارا میتونن که وارد استادیوم بشن. تصویر بازی هنوز به دست من نرسیده. من یک بار دیگه ترکیب رو خدمتتون میخونم. لاین اپی که از ترکیب داماش منتشر شده: اشکان توانا، مجتبی بیژن، آزاد جعفرزاده، عباس کندل، حسین خیری، پژمان نجات، سجاد قلی بیگی، سعید طالبی، سیامک علیزاده، محمد رستمی و امید پرغنبر. حالا یه نکته‌ای که شاید براتون جای سوال باشه اینه که کاپیتان کیه توی بازی امروز؟ آیا محمد رستمی کاپیتان میشه یا سعید طالبی؟ نظرتون هم میتونید همینجا توی لایو اعلام کنید. دیروز که صحبت میکردم با سیامک فراهانی میگفتش که برای ما واقعا فرقی نداره که کی کاپیتان میشه، در واقع خود بازیکن‌ها هستن که باید توافق کنن. تا با پوستری هم که باشگاه منتشر کرده روش گفته نشده که کی قراره که کاپیتان باشه. حالا به هر حال بازوبند رو میبینیم که توی بازی چه کسی به دستان خودش میبنده. احتمالاً یکی از این دو نفر میبندن طبیعتاً، یا سعید طالبی یا محمد رستمی. از همکارانم خواهش میکنم که اگر خبر تازه‌ای هم از استادیوم رسیده بهم اطلاع بدن. امروز توی دفتر پخش وارش اسپورت نفرات کمتری هستیم، بیشتر بچه‌ها خودشون هم استادیوم هستن و براتون قراره عکس و فیلم بگیرن که بعد از بازی حتما توی صفحه اینستاگرام و کانال یوتیوب وارش اسپورت منتشر خواهد شد. حالا من یک تصویرم بهتون نشون بدم از شبکه بارانی که الان قراره که بازی‌ها رو پخش کنه. فعلا داره چنین چیزی رو پخش میکنه. حالا این سرودها و این داستاناشون هر وقت که تموم بشه احتمالاً بازی هم پخش بشه، چون قول دادن که بازی رو پخش کنن. شما میتونید از شبکه باران ببینید، میتونید همینجا توی لایو اینستاگرام یا لایو یوتیوب ما هم بازی رو تماشا کنید، فرقی نمیکنه. آقای غنبری که توی یوتیوب پرسیدید که بازی رو پخش میکنه شبکه باران یا نه، چرا پخش گفتن که میکنن، تا این لحظه اتفاقی نیفتاده. از همکارانم خواهش میکنم اگر جای دیگه‌ای هم امکان پخش وجود داره به هر حال به من دارم میبینم هنوز تصویری از استادیوم نیومده. البته طبیعی هم میتونه باشه، شاید به خاطر حواشی که به هر حال وجود داشته بازی با کمی تأخیر هم بخواد منتشر بشه. حالا ما دیروز که استادیوم بودیم هوادارا پیش بینی کرده بودن که بازی 2-0 به سود داماش میشه. حالا با توجه به اینکه هنوز بازی شروع نشده شما هم پیش بینیتون رو میتونید همینجا بنویسید که فکر میکنید بازی چند میشه. ما یه نظرسنجی هم توی کانال تلگرامیمون گذاشته بودیم در خصوص اینکه بازی به نظر هوادارا چه نتیجه رو به همراه خواهد داشت. 87% پیش بینی کردن که داماش گیلان پیروز این بازی میشه، 10% گفتن دو تیم تساوی راضی میشن و 3% هم برد تیم مس کرمان رو پیش بینی کردن. ما در پیشبازی که توی صفحه اینستاگرام و سایت وارش اسپورت منتشر کرده بودیم هم اشاره کردیم. متاسفانه ما در سالهای اخیر هر زمانی که با مس بازی کردیم هرگز نتونستیم شکستش بدیم، یعنی یا شکست خوردیم یا بازیمون مساوی شده. ولی یک نکته امیدوار کننده ای که وجود داره اینه که حدود 1000 خورده روز فکر میکنم میشه که حالا دقیقش رو دوستان میتونن بگن که اصلا ما شکست نخوردیم. یعنی داماش توی حدود 2-3 سال گذشته اصلا توی رشت شکست نخورده. امیدوارم که این روال حفظ بشه و حتی بتونیم پیروز این بازی بشیم. بله درپای استادیوم هم باز شده. من کامنت های شما رو که میخونم درها باز شده، هوادارا وارد استادیوم شدن. گویا تصویری هم هنوز با اینکه 1 دقیقه هم از زمان بازی گذشته تصاویرم نرسیده. عرض کردم الان شبکه باران این تصویری رو که دارید مشاهده می‌فرمایید رو داره نشون میده. حالا شاید خودشون هم تصویر ندارن یا شاید بازی هنوز شروع نشده. از همکارانم میخوام که پیگیر باشن که آیا بازی شروع شده یا نه.
و اگر جای دیگه ای هم بازی رو پخش میکنه که لطفا بگن که ما استریمش رو انجام بدیم. من کماکان از شما دعوت میکنم که بیاین یوتیوب رو سابسکرایب کنید، یوتیوب بارش اسپورت رو، و بازی رو از یوتیوب ببینید. واقعا کیفیت پخش توی یوتیوب خیلی بیشتر از اینستاگرامه و با هر کیفیتی که بخواید میتونید بازی رو ببینید. حتما نیازی نیست که تابع کیفیت اینستاگرام باشید. واقعا کیفیت پخش توی یوتیوب بهتره. ممنون میشم اگر کانال ما رو سابسکرایب کنید. همونجا میتونیم چت کنیم. کامنت های یوتیوب هم من یه دور بخونم. کامنت های یوتیوب هم من بخونم. میگه شبکه باران داره مثل که نشون میده، ولی تا این لحظه تصویر نیومده. اگه تصویر اومده از دوستان خواهش میکنم که تصویر رو برسونن، شاید عقب باشه تصویر خورده. لطفاً یه رفرشی اگر بکنن، اگر تصویر رسیده باشه همین الان. خب بله، بازی شروع شده. من دیگه میرم روی بازی. سجاد قلیبیگی، محمد رستمی، امید پورغنبری، عباس کندل، حسین خیری و پژمان نجات دیگر بازیکنانی هستند که سیامک فرهی به زمین مسابقه فرستاده. مدیر تیم داماشگیلان هم محمد حمیدی است. اما برای تیم میهمان یعنی مس کرمان، سید جلال عبدی، ابوالفضل علایی، سید علیرضا ابراهیمی، میلاد خدایی، خشایار زبرجد، مهران امیری، امیر حسین یحیی‌زاده، علی وزیری پناه، ایمان رازانی، محمد صالح محمدی و محمد امین رضایی 11 بازیکنی هستند که در این دیدار مقابل تیم داماش گیلان بازی خواهند کرد. مدیر تیم مس کرمان هم محمد جواد یزدپور هست. با همینجا با سوت داور این دیدار یعنی کیوان علی محمدی دیدار دو تیم آغاز میشه. کمک داور اول این دیدار هم میلاد قاسمی است و کمک دوم هم امین اسکندری. داور چهارم هم حسین گنجخانی است. ناظر داوری هم آقای مختار مهدوی است و آقای حسین رازافشا هم نماینده فدراسیون هست. ورزشگاه شهید حسن عزودی رشت که لحظاتی پیش حضور تماشاگران هم در خودش دید و تماشاگرایی که اومدن تا تیم خودشون رو تشویق کنن در ورزشگاه حضور دارن. توپ در اختیار بازیکن تیم مس کرمان هست. پرتاب رو عبدی باید انجام بده. خود عبدی یه لحظه یحیی‌زاده توپ رو داماش مجتبی بیژن از سایپا به داماش اومد. آزاد جعفرزاده بازیکنی که 2 سال پیش هم در تیم داماش بازی میکرد و کاپیتان محمد رستمی پا به توپ به چپ میفرسته، رو به عقب کوتاه کار میکنن بازیکن تیم داماش. حسین خیری بلاوازی سیامک علیزاده، دوباره آزاد جعفرزاده از سمت راست. خود سیامک یک پاس بلند رو میفرسته و بازیکن تیم مس برگشت میدن توپ رو. توپ به بیرون میره. پرتاب برای داماش و خود آزاد جعفرزاده بلافاصله توپ رو پرتاب میکنه. مجتبی بیژن سمت راست پژمان نجات هم داره به کاپیتان رستمی. دوباره رستمی به عقب، دوباره به راست میبرن. یه لحظه توپ رو دوباره فرستادن برای محمد رستمی. حالا از سمت چپ دوباره بازیکن تیم داماش طالبی، خود طالبی توپ رو میگیرن بازیکن تیم مس ازش، اعلام خطا نمیشه و خود سعید طالبی که اعتقاد به خطا داشت اما بلافاصله ضد حمله برای بازیکن تیم مس کرمان. ببینید از این توپ چگونه استفاده میکنن و اشکان توانا که اعلام خطا هم میشه و یک کارت زرد رو در همین جا در دقایق نخستین دیدار ایمان رازانی میگیره، یکی از بهترین بازیکنان تیم مس کرمان. 2 دقیقه و 40 ثانیه
از بازی گذشته و اولین کارت زرد رو مسی ها میگیرن. حالا اعتراض هم میکنم به کیوان علی محمدی داور این دیدار، اما داور اعلام خطا کرده و اشکان توانا رو که محمد رستمی باهاش صحبت میکنه تا بلند شه و بازی ادامه میده. پزشک تیم هم میاد. در حال بلند میشه از جاش و به بازی ادامه خواهد داد. اشکان توانا در ورزشگاه عضدی شهر رشت، ورزشگاهی که پر از خاطره است برای تیم‌های گیلانی. امیدوار هستیم که تیم داماش امسال بتونه در زمین خودش نتایج لازم رو بگیره و بتونه به رقابت‌های لیگ برتر صعود کنه، اون چه که هواداره این تیم میخوان. دوباره بازیکن تیم داماش بازی رو از سر میگیرن. آزاد جعفرزاده توپش رو رازانی به بیرون میزنه. خود آزاد پرتاب رو انجام میده. رو به عقب بیژن صاحب توپ هست برای پژمان نجات. دوباره رستمی بود که توپ رو به عقب بیژن فرستاد. حسین خیری کوتاه کار میکنن در خط دفاعی. بازیکن تیم داماش گیلان اولین هفته است و هنوز شناخت کافی رو تیم ها از یکدیگر ندارن. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش گیلان، یک پاس عمقی که برگشت داده میشه و توپ به بیرون میره. پژمان نجات توپ رو فرستاد و خود پژمان حالا میره تا این پرتاب رو انجام بده. کوتاه کار میکنه پژمان نجات و باز هم توپ به بیرون میره. یه لحظه سعید طالبی هم رو توپ تاثیر گذاشت اما توپ به بیرون رفت. بلافاصله بازی رو شروع میکنن. سعید طالبی، پاس سعید طالبی پشت محوطه جریمه و ضربه سری که زد عباس کندلو اعلام آفساید میشه. اعلام خطا شد و داور اعلام خطا میکنه. البته کمک داور خطا رو گرفت. 0-0 دو تیم مساوی هستند. شش دقیقه از این دیدار رو پشت سر گذاشتیم. یک بار دیگه بازیکن تیم مس صاحب توپ رو به عقب کار میکنه. مهران امیری، باز هم داماشی ها یه توپروایی عالی و توپی که در پایان به محمد امین رضایی رسید. رضایی بلند به زمین داماش. یه لحظه با ضربه سر عباس کندل توپ رو میخواست کنترل کنه که موفق نبود. پرتاب برای مسی ها. میلاد خدایی میاد تا پرتاب رو انجام بده. خود خدایی رو به عقب. محمد امین رضایی صاحب توپ میشه. رضایی بلند به زمین داماش. ضربه سر رو داماشی ها میزنن. مشتاق بیژن. دوباره پژمان نجات. طالبی توپش رو در میانه را محمد صالح محمدی میگیره. رو به عقب برای دفاع خودشون. سید جلال عبدی میانه میدان خشایار زبرجد رو صاحب توپ میکنه. خود خشایار بازیکن تاثیرگذار تیم مس هست و میفته رو زمین اما خطایی نیست و داور هم خطایی اعلام نمیکنه. بار دیگه بازیکن تیم مس صاحب توپ. دوباره عبدی به راست برای امیر حسین یحیی زاده که توپش به بیرون میره.
جلال عبدی میره تا پرتاب رو انجام بده. سیامک فرهانی از کنار زمین بازیکن خودش رو صدا میکنه، از اون میخواد که یارگیری کنن. پرتاب رو بازیکن تیم مس انجام خواهند داد. جلال عبدی توپش میاد داخل محوطه جریمه، برگشت توپ است عباس کنده. دوباره بازیکن تیم مس صاحب توپ از سمت راست، پژمان نجات میاد و اجازه کار رو نمیده بازیکن تیم مس کرمان. هر دو تیم داماش و مس یه زمانی در لیگ برتر حضور داشتن. 8 تیم از تیم‌های حاضر در لیگ دست اول ما سابقه حضور در لیگ برتر رو دارن و این دو تیم سابق لیگ برتری الان دارن در رشت اولین بازی لیگ دست اول خودشون رو انجام میدن. اعلام خطا میشه، خطا بر روی بازیکنان مس. مسی ها ضربه خطا رو خواهند زد. ضربه خطا زده میشه و آزاد جعفرزاده است که تو تاثیر گذاشت. دوباره بیژن کوتاه کار میکنن، حسین خیری به راست میبره، دوباره در خط دفاعی خودشون. محمود نیا رو میبینم در کنار زمین به عنوان مربی تیم مس حضور داره. یک بار دیگه بازیکن تیم مس صاحب توپ میشن و توپ رو به چپ میبرن. این بار میلاد خدایی توپ مهران امیری رو بازیکن تیم داماش میزنن و توپ به بیرون میره. پرتاب برای آبی پوشان داماش. جعفرزاده رو به عقب. امسال در تیم داماش گیلان هم افشین چاوشی، محمد مختاری، محمود خرمزی و حسین محمدی به عنوان آنالیزور به تیم اضافه شده. هر حال همه دارن کمک میکنن تا بتونن این تیم داماش رو به لیگ برتر بیارن و امسال هم شرایط خوبی برای این تیم فراهم هست. یک بار دیگه کندل به راست میبره توپ رو، یه سانت کوتاه و برگشت توپ از مدافعان تیم مس کرمان. خشایر زبرجد یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت اما موفق نبود و این سمت بیژنه که توپ رو گرفته و به راست میبره. دوباره قلی بیگی برای کندل، عباس کندل سانت عباس و موقعیت خوبی داشت ایجاد میشد برای تیم داماش که توپ برگشت داده شد. یه بار دیگه حالا این سمت توپ بیرون میره، توپ علی وزیری پناه به بیرون رفت. سیامک علیزاده بازیکن در این تیم تأثیرات فراوانی داشته در سالهای گذشته، خیلی خوبم برای این تیم بازی کرده، حضور در این تیم رو داشتن. یه بار دیگه از سمت چپ طالبی، خود طالبی میاد که یه بازیکن از پیش رو برداره، طالبی رو به عقب توپ رو میسپاره به مجتبی بیژن. خود مجتبی با سری بالا سانتی که انجام میده پشت محوطه جریمه و برگشت توپ. سیامک علیزاده یه شوت در میانه راه، مدافعان تیم مس برمیگردونن توپ رو. دوباره خطا بر روی محمد رستمی، کاپیتان داماش گیلان. به راست میبرن توپ رو. سیامک علیزاده به چپ میاره و پژمان نجات رو میبینه که توپ به بیرون میره و پژمان نتونست توپ رو بزنه. پرتاب رو بازیکنان تیم مس انجام خواهند داد. این چهره سیامک فراهانی است، سرمربی تیم داماش گیلان. سیامک فراهانی که بعد از گذشت 2 فصل دوباره
به داماش گیلان اومده. یه دوره حضور موفق رو بر روی نیمکت داماش داشت، با این تیم به فینال جام حذفی صعود کرد. حالا خودش اومده یک بار دیگه تجربه مربیگری در داماش رو داشته باشه و بتونه امسال هم با این تیم موفق باشه. بازیکن تیم داماش یه لحظه توپ رو از دست میدن و این مسی ها هستن که صاحب توپ میشن. از سمت راست یک بار دیگه مدافعین داماش اجازه کار رو نمیدن به مسی ها، جایی که در پشت تصویر هواداره خونگرم تیم داماش رو میبینید که در ورزشگاه حضور دارن و تیم خودشون رو تشویق میکنن. یک بار دیگه فرصت برای مسی ها که اشکان توانا میاد و توپ رو جمع میکنه. به خوبی هم این کار رو انجام میده. دوباره بازیکن تیم داماش از سمت چپ، ببینید از اون توپ چگونه استفاده میکنن. امید هورغنبری، خود هورغنبری لحظه دستشو گرفت بازیکن تیم مس، اما همچنان فرصت هست برای تیم داماش رو تعارف میکنن و توپی که هنوز به بیرون نرفته حالا اعلام خطا میشه. اینجا خطای داماشی ها گرفته میشه. یه لحظه تعلل کردن بازیکن تیم داماش و یه تعارف هم کردن که توپ به گل تبدیل نشد و اینا موقعیت خوبی بود برای تیم داماش گیلان. بازیکن مس روی زمین میفته و داور میره تا بالا سرش ببینه که چه اتفاقی براش رخ داده. این چهره محمد سجاد قلیبیگی است، یار شماره 11 داماش. صدای حمله هواداران تیم داماش هم در ورزشگاه بلند میشه. این هوادارا به جز 3 امتیاز هیچ چیزی رو از تیمشون نمیخوان. این تشویق یک صدای هوادارای تیم داماش هست. تماشاگره بار دیگه از سمت راست بازیکن تیم داماش صاحب توپ محمد سجاد قلیبیگی، خود قلیبیگی برای عباس کندل و توپی که باز هم برمیگردن مدافعان تیم مسکه. آزاد جعفرزاده رو به عقب، طالبی رو توپ تاثیر گذاشت اما سیامک توپ رو گرفت. حالا کندل، یه فرصت، یه شوت که امید پورغنبری میزنه و محمد امین رضایی در اختیار میگیره این توپ رو. خوب رو داشتن داماشی ها اما زیاد جدی نبوده. خشایار زبرجد باز هم معترض هست. توپ به بیرون رفته و پرتاب رو باید انجام بده جعفرزاده از داماش که بلافاصله این کار رو انجام میده. حسین خیری تپ میاره. یک بار دیگه کاپیتان تیم داماش رستمی به راست برای جعفرزاده، جعفرزاده به میانه میدان و توپی که به بیرون میره. پرتاب رو میلاد خدایی انجام خواهد داد، به دنبال توپ هست خدایی. حالا توپ رو میبینه و برمیداره تا پرتاب رو انجام بده. یک بار دیگه بازیکن تیم مس صاحب توپ در گوشه زمین. دوباره بازیکن تیم داماش و اعلام خطا. فکر کنم آخرین باری که یه تیم رشتی تو چمن طبیعی میزبان بود برمیگرده به حدود 7 سال پیش که چمن ورزشگاه سردار جنگل طبیعی بود و جالب اینه که 7 سال سکوت سکوهای ورزشگاه عضدی رشت بالاخره امروز شست و داماشی ها محمد رستمی یه لحظه علیزاده رو توپ تاثیر گذاشت. خود محمد علیزاده
فصل این دور از رقابت‌های لیگ یک رو به ثمر رسوندن. چه سالی بشه امسال برای تیم داماش. یک بار دیگه بازیکن تیم مس و ضربه‌ای که به بیرون میزنه بازیکن تیم مس کرمان. و اشکان توانا که میره توپ رو برداره و بازی رو شروع کنه. کوتاه کار میکنه. سید علیزاده ابراهیمی بود که اون شوت رو زد از خط حالا به چپ میبرن بازیکن تیم مس. وزیری پناه داخل از دل همین جام بازیکنایی رو ما در تیم داماش داریم و چقدر خوبه به فوتبال پایه بیشتر اهمیت داده بشه در استان گیلان، استانی که پر از استعدادهای فوتبالیست و بازیکنهای مستعدی که میتونن در تیم‌های بزرگ حضور داشته باشن. محمد امین رضایی بازی رو آغاز خواهد کرد. اعلام خطا شد روش. کوتاه به چپ میبرن توپ رو. مسی ها فصل رو با رسول خطیبی آغاز کردن، اما بعد یه هفته بنا به دلایلی اصلا کلا رفت از این تیم و فعلا هم اسم سرمربی رو ندارن در لیستی که به ما دادن و رسول خطیبی هم که دیگه در این تیم حضور نداره و فقط مربی‌ها هستن که در این تیم حضور دارن. محمود محمودنیا در کنار خط هست، مجتبی توتونی، مهدی نامجو و عباس محمدی دیگر مربیان تیم مس هستند که امروز در روی نیمکت این تیم حضور دارن. یک بار دیگه داماشی ها در خط دفاعی خودشون صاحب توپ. معلومه که روی این ضربات کار کرده سیامک فرانی با تیم خودش. دوباره در خط دفاعی صاحب توپ بیژن. مجتبی بیژن برای سیامک علیزاده. سیامک توپشو میده که به پژمان نرسید و توپ به بیرون رفت. سیامک فرانی سعید طالبی رو نشون میداد که باید توپ رو به سعید میسپردند. سید جلال عبدی توپ رو میده به ابوالفضل علایی. علایی به چپ میبره توپ رو برای ابراهیمی. خشایار زبرجد در میانه راه. این داماشی هستن که توپ رو برمیگردونن. محمد رستمی برای جعفرزاده. جعفرزاده در سمت راست حضور داره و از همون سمت پایه‌گذار گل اول تیم داماش بودن. این بار به چپ میارن. سیامک علیزاده. خود سیامک یک چرخش زیبا و نگاه به بازیکن خودی. چقدر خوب و روان بازی میکنن در روی زمین بازیکن تیم داماش گیلان و پژمان نجاتی که حالا صاحب توپ میشه. خود پژمان یه بازیکن رو میخواد پیش رو برداره. خود امیر امید پورغنبری و اعلام خطا نمیشه. پورغنبری روی زمین افتاد اما داور خطایی رو تشخیص نداد. دوباره بازیکنان مس از سمت چپ. مسی ها صاحب توپ هستند. به راست برای ابوالفضل علایی. جلوش ایستاده بود طالبی اما نتونست توپ رو بگیره. دوباره به میانه میدان میارن. خشایار زبرجد هم انتظار توپ رو داره از بازیکنهای خودش و توپ رو ندادن بهش. دوباره از سمت راست علی وزیری پناه. حالا خشایار صاحب توپ میشه که یه توپش رو زدن بازیکن تیم داماش. خطا هم نیست. هر توپی به خشایار رسید روی زمین افتاده و سومین باره که روی زمین افته و داور خطایی رو اعلام نمیکنه. بازیکن داماش توپ رو به بیرون میزنن تا به وضعیت این بازیکن رسیدگی بشه. محمد طالبی صحبت میکنه با کیوان علی محمدی داور این دیدار. این هم
تماشاگرای تیم داماش گیلان. وارد 30مین دقیقه از این دیدار شدیم. داماش 1 مس کرمان 0. داور اشاره میکنه که پرتاب رو انجام بدن بازیکن تیم مس. وزیری پناه میاد و توپ رو میده به داماشی ها و بازی فرپلی رو رعایت میکنه. حسین خیری، سیامک علیزاده برای آزاد جعفرزاده. خود آزاد 2 بازیکن به خوبی توپ رو عبور داد. دوباره سیامک علیزاده سمت چپ هم پژمان نجات رفته جلو، اما ترجیح میده که بیژن بده. حالا پژمان نجات 1 و 2شون تکمیل نیست. خشایار زبرجد میاد و صاحب توپ میشه. خود خشایار در جلوش میسته علیزاده و اعلام خطا. خطای خشایار گرفته میشه. روی سیامک علیزاده. دوباره نجات. شروع هیجان خاصی رو در ورزشگاه ایجاد کردن هوادارهای تیم داماش گیلان. یک صدا تیم رو تشویق میکنن. یک بار دیگه طالبی نتونست موفق باشه. توپ رو میگیرن بازیکن تیم مس. امیرحسین یحیی‌زاده، خود یحیی‌زاده و توپی که سیامک علیزاده میاد و هر طوری که هست به بیرون میفرسته. ابوالفضل علایی میاد پرتاب رو انجام بده. دورخیز میکنه علایی. این بازیکن میاد تا پرتاب کنه روی دروازه تیم داماش. داورم ازش میخواد که سریعتر این کار انجام بده. پرتابی که حالا انجام میشه داخل محوطه جریمه. یه ضربه سر و اشکان توانا که توپ رو در اختیار میگیره. یه لحظه توپ رو زد مهران امیری، اما اشکان توانا جمع کرد. یک بار دیگه جعفرزاده برای سیامک علیزاده. سیامک به راست برای کاپیتان رستمی. سمت چپ هم پژمان نجات خالی است. محمد رستمی میبینه پژمان رو، اما توپش نرسید به پژمان و رضاییه که توپ رو در اختیار گرفت. دروازه‌بان تیم مس بلافاصله بازی رو در خط دفاعی خودشون شروع میکنه با میلاد خدایی. میلاد به چپ میبره توپ رو، جایی که سید علیرضا ابراهیمی هست. اما صالح محمدی. ابراهیمی دوباره صاحب توپ میشه. حالا یه لحظه توپ رو زد امید پورغنبری که برگشت پیدا کرد و داماشی‌ها صاحب توپ شدن. دوباره از سمت چپ پژمان نجات یه لحظه توپ رو گم کرد و اعلام خطا هم نمیشه و حالا داور به دلیل اعتراض پژمان نجات یک کارت زرد رو به پژمان میده. معترض هست سیامک فراهانی و میگه چرا کارت زرد رو داده به پژمان نجات. همچنین شهرام حمیدی که 22 سال سابقه حضور در فوتبال رو داره و به عنوان سرپرست امسال تیم داماش رو همراهی میکنه. قبلا در تیم سپیدرود رشت حضور داشت. محمد امین رضایی توپ رو میزنه و این سمت توپ به بیرون میره و پرتاب برای بس کرمان. دوباره سید جلال عبدی میاد تا پرتاب رو انجام بده. خود عبدی برای خشایار زبرجد که به توپ نرسید. خشایار رو توپ به بیرون رفت. محمد رستمی اجازه کار رو نداد به خشایار. خشایار هم از بازیکنان خوب لیگ 1 کشورمون هست. یک بار دیگه بازیکنان تیم داماش صاحب توپ. محمد سجاد قلیبیگی
برای کندل رو به عقب برای جعفرزاده، دوباره رستمی، مجتبی بیژن، دوباره طالبی که توپش به بیرون رفت. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش، رستمی رو به عقب، مجتبی بیژن، خود بیژن دوباره صاحب توپ هست. علیزاده اشتباه میکنن بازیکن تیم داماش و بازیکن تیم مس صاحب توپ میشن. خود علی وزیری پناه شوت است بازیکنان تیم مس که توپ به بیرون میره. ایمان رازانی این شوت رو زد که یک کارت زرد رو تا اینجای کار داره. حالا بازیکنان تیم داماش آغازگر بازی خواهند بود. توانا به چپ میاره. یک بار دیگه بازیکنان تیم داماش گیلان، رستمیه که به راست میبره برای آزاد جعفرزاده. سی و 6 دقیقه از این بازی رو پشت سر گذاشتیم. داماش 1، مس کرمان 0. یک بار دیگه داماشی ها مانع حملات تیم مس میشن. تشویق هوادار خودشون رو دارن داماشی ها و روحیه دوچندان گرفتن با حضور پرشور هوادارشون در ورزشگاه. یک بار دیگه از سمت چپ سعید طالبی به دنبال توپ هست. محمد صالح محمدی جلوش میسته و خطای سعید طالبی رو به همراه داره این صحنه. دوباره مسی ها صاحب توپ. ابراز علایی بود که به چپ برد توپ رو. مهران امیری از همون سمت چپ میخوان حمله رو تدارک ببینن. میلاد خدایی به میانه میدان یه لحظه تأثیر میذاره سیامک علیزاده. هر جا مسی ها توپ رو میزنن یه سیامک علیزاده ایستاده و جلوی توپ رو میگیره و اجازه کار رو نمیده. مسی ها خیلی خوب کار کرده در نیمه اول. کلا خط دفاع داماشی ها خوب بوده. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش و توپی که به بیرون میزنه عباس کنده. البته بیرون نرفت و داور هم یه اشاره به داور چهارم این داره، یعنی حسین گنجخانی میکنه. البته هنوز تا پایان نیمه اول زمان زیادی باقی. 38 دقیقه از این دارو پشت سر گذاشتیم تا اینجای کار. داور یه اشاره کرد به داور چهارم و خودش میره بالا سر اشکان توانا. یه لحظه محمود محمودی رو دیدیم که الان کمک مربی مس هست. چند سال پیش خودش مدیر عامل تیم مس کرمان بود. از این اتفاقا ما تو لیگ 1 خیلی زیاد داریم که رخ میده. مثلا فراز کمالوند که پارسال سرمربی خیبر بود امسال یهویی شد مدیر عامل این تیم. بازیکن‌ها در کنار زمین میان تا آبی رو بنوشن. بازیکن تیم مصر رو در سمت راست می‌بینی و داماشا در سمت چپ. امروز مدیر عامل تیم مصر هم استعفا دادن و آقای علی قرایی که مدیریت باشگاه مصر رو داشتن از سمتشون استعفا دادن. همین یکی دو ساعت پیش هم با حکم خرمی شاد مدیر عامل شرکت مس ایران به طور رسمی محمد تقی امیری خراسانی به عنوان مدیر عامل باشگاه لیگ یکی مس انتخاب شد. اینا همین نشون میده که
این تیم با مشکلات مدیریتی دست و پنجه نرم کرده و خودشو به رشت رسونده. البته داماش هم در ابتدای فصل با حاشیه‌هایی رو داشت. آقای کلانتری استارت زدن، یه هفته بعد سیامک فراهانی اومد به تیم و الان با کادر فنی خودش سیامک فراهانی داره این تیم رو کوچ میکنه. یک بار دیگه داماشی ها توپ رو میزنن. کندل توپ رو به بیرون زد. پرتاب رو میلاد خدایی انجام میده. دوباره بازیکنان مس یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت طالبی، اما توپ رسید به ابراهیمی و از این سمت به جلال عبدی. خود عبدی بلند میفرسته توپ رو برای امیر حسین یحیی زاده و اعلام خطا میشه. خطا روی یحیی زاده گرفته میشه. داور از سیامک علیزاده میخواد که کمی عقب‌تر بیاد تا مسی ها بازی رو شروع کنند. مهران امیری پشت توپ. خود امیری ضربه رو خواهد زد. داور به طالبی میگه کمی عقب‌تر بایسته و رعایت کنه. پروژکتورهای ورزشگاه هم داره روشن میشه. یه سانتی که انجام میدن بازیکن تیم مس. فرصت هست کماکان برای مسی ها، اما داماشی ها باز هم اجازه کار رو ندادن به بازیکن تیم مس کرمان. توپ به بیرون میاد. سیامک فرانی توپ رو تقدیم مهران امیری میکنه. از این خصوصیات خوب و مهمان پسند رو داره سیامک فراهانی، سرمربی تیم داماش، مربی با اخلاق و خوشفکر داماش. اعلام خطا شده. خطا از روی بازیکن داماش گرفته میشه. مشتاق بیژن روی زمین افتاده و در حال بلند میشه از جاش. امید پورغنبری و مسعود پور محمد بازیکنایی بودن که قبلا در مس کرمان حضور داشتن، امسال در تیم داماش حاضر هستند. در حال داماش امسال خودش رو آماده کرده تا بتونه به لیگ برتر بیاد و تا این جای کار که قدم اول رو هم محکم برداشته و 1-0 پیش هست از تیم مس کرمان. باید ببینیم که تا پایان چه نتیجه رو این تیم خواهد گرفت. یک بار دیگه محمد رستمی، خود رستمی یه لحظه روی زمین افتاد، داور آوانتاژ داد. از سمت چپ پشمان نجات و توپی که میگیرن بازیکن تیم مس کرمان. بلند توپ رو خواهند زد و توپی که دوباره داماشی ها توپ رو میگیرن. آزاد جعفرزاده، کاپیتان رستمی دوباره توپ رو به عقب میاره. مشتاق بیژن، یک بار دیگه جعفرزاده کوتاه کار میکنن با خیری و از اون سمت سیامک علیزاده. خود خیری بلند به سمت راست، جایی که محمد سجاد قلیبگی هست. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش گیلان و چه توپی رو میگیره محمد امین رضایی. خیلی خوب گرفت این توپ رو، مانع گلزنی بازیکن تیم داماش گیلان شد. شوتی که محمد سجاد قلیبگی زد و گرفت توپ رو محمد امین رضایی. میشه گفت یه گل 100% رو از داماشی ها گرفت دروازه‌بان تیم مس. دوباره رستمی به راست میبره. کندل، خود کندل رو به عقب برای جعفرزاده. دوباره
میدن به خط دفاعی خودشون، جایی که خیری حضور داره. خیری بلند میزنه توپ رو، جایی که مدافعان تیم مثل حضور داشتن توپ رو گرفتن. باز هم برگشت توپ، حالا باز هم موقعیت هست. 4 نفر بازیکن تیم داماش در مقابل 4 بازیکن تیم مس. فرصت دیگه و باز هم توپ رو میگیره محمد امین رضایی و همچنان موقعیت هست و توپی که در آغوش میکشه رضایی. باز هم سجاد قلیبیگی اومد و توپی که زده شد و در اختیار گرفت. در دومین حرکت خودش محمد امین رضایی. 45 دقیقه تمام هست و باید ببینیم چند دقیقه وقت تلف شده داور اعلام خواهد کرد. بله 3 دقیقه. حسین گنجخانی داور 4م این دیدار تابلوی وقت اضافه رو در دست خودش داره و 3 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه اول رو نشون میده. 3 دقیقه‌ای که از همین الان لحاظ خواهد شد و باید ببینیم که تیم داماش در این 3 دقیقه چگونه بازی خواهد کرد. سعید طالبی، ببینیم چه کسی این ضربه رو خواهد زد. خود طالبی نمیزنه، اجازه میده تا محمد سجاد قلیبیگی بزنه که توپ برگشت پیدا میکنه. حالا یه شوت کمجون از عباس کندل که توپ رو محمد امین رضایی در اختیار میگیره و بلند میزنه به زمین تیم داماش گیلان. آزاد جعفرزاده با ضربه سر، خود کندل توپ رو میزنه. میلاد خدایی، مهران امیری رو به عقب. تیم مس صاحب توپ هستن. حالا توپ رو به راست میارن برای سید علیرضا ابراهیمی. دوباره جلال عبدی برای ابراهیمی، خود عبدی و توپی که به بیرون میزنه پشمان نجات. جلال عبدی، امیری ازش توپ میخواد، نمیده به امیری و به خشایار زبرجد توپ رو سپرد. خود خشایار از 2 بازیکن به خوبی توپ رو رد میده و اونجا حسین خیری حضور داره که توپ رو دور کرد و حالا این سمت هم اعلام خطا شد برای داماش و سوت پایان نیمه اول رو میزنه کیوان علی محمدی. 2 تیم به رختکن خواهند رفت. ما هم استراحتی کوتاه خواهیم کرد و با آغاز نیمه دوم در خدمت شما خواهیم بود. تیم داماش 1-0 نیمه اول به رختکن میره. استراحتی کوتاه خواهیم کرد و با آغاز نیمه دوم در خدمت شما خواهیم بود. خب شاهد بازی خوبی بودیم از 2 تیم. البته 2 تیم موقعیت هایی داشتن. داماش تونست از موقعیت خوبش استفاده کنه و توسط حسین خیری در دقیقه 20 بازی به گل برسه. من سعی میکنم کامنت های اینستاگرام رو هم باز کنم. کامنت های یوتیوب البته باز هستن و که هوادارا بتونن اینجا هم صحبت کنن. من کامنت ها رو باز کنم. الان فکر میکنم که باز شده باشه. خب خوشبختانه اول بازی یک سری اتفاقات افتاده بود که هوادارامون نمیتونستن وارد استادیوم بشن. یه دقایقی، نیم ساعتی توی خیابون نامجو بودن، حدود 2-3 هزار نفر و بعد از اونم که موفق شدن وارد استادیوم بشن. یعنی به هر حال مسئولین امنیتی و انتظامی کوتاه اومدن و هوادارامون وارد ورزشگاه شدن. تعداد هوادارا نمیدونم، فکر می‌کنم ورزشگاه کاملا دیگه پر بود دیگه. فکر می‌کنم حدود 5000 نفری
هوادار رفته بود. البته با باز شدن درپای استادیوم هوادارهای بیشتری هم خودشونو به استادیوم رسوندن. به هر حال ممنونیم از همکاری که مسئولین داشتن. داماش اگر بتونه این پیروزیش رو حفظ کنه، اولین باریه که توی چند سال اخیر تونستیم مصر رو ببریم. این طلسمی که به هر حال مقابل تیم مصر کرمان داشتیم باطل میشه در واقع میشه گفت که باطل میشه. البته که تیم مصر نوین کرمان رو توی لیگ‌های پایین‌تر بارها بردیم. من یک طور ترکیب داماش رو، ترکیبی که باهاش بازی کرد رو مجددا براتون میخونم. اشکان توانا، مجتبی بیژن، آزاد جعفرزاده، عباس کندل، حسین خیری، پژمان نژاد، سجاد قلی بیگی، سعید طالبی، سیامک علیزاده، محمد رستمی و امید پورغنبری به سرمربیگری سیامک فراهانی. این ترکیبی بود که نیمه اول باهاش به میدان رفتیم. با توجه به اینکه حالا میشه گفت ترکیب برنده هم بود، من فکر نمی‌کنم توی نیمه دوم حداقل در اوایلش ترکیب بخواد تغییری بکنه. حسین خیری هم که گلمون رو زد در دقیقه 20 به افتخار زدن این گل، تصویرش هم روی پوستر پایان نیمه اول اومده توی پیج وارش اسپورت، میتونید همین الان مشاهده بکنید. این تصویریه که برای حسین خیری منتشر کردیم. امیدواریم که حالا با این روال بازیکنامون هم انگیزه بیشتری بگیرن. من یک نکته ای رو خدمتتون عرض کنم. ما تصمیم داشتیم که بازی‌های داماش رو توی این فصل فقط از کانال یوتیوب وارش اسپورت پخش کنیم. نمیدونم چرا واقعا یک سری از هوادارامون ترجیح میدن که توی اینستاگرام لایو ها رو ببینن. این در حالیه که توی یوتیوب به هر حال شما میتونید کیفیت بازی رو تغییر بدید، یعنی بتونید با کیفیت کمتر یا بیشتر بازی رو ببینید. یکی دیگه از مزیت‌های یوتیوب اینه که مثلا همین الان که لایو داره پخش میشه میتونید لایو رو عقب بزنید، برید مثلا دقیقه 19 بازی گل حسین خیری رو همین الان میتونید ببینید. در حالی که توی اینستاگرام چنین امکانی وجود نداره. اینستاگرام همونجوری که خودتون دیدید بارها قطع میشه و در کل مشکلات فراوانی داره. این ورش نمیدونم قلب و ریاکشن و فلان و نمیاد. پیشنهاد من به شما عزیزان اینه که کم کم سعی کنید که تشریف بیارید یوتیوب و لایو ها رو از یوتیوب ببینید. واقعا اینستاگرام هیچ مزیتی که نداره، هیچ واقعا کلی رنج و عذاب هم برای لایو رفتن داره، در صورتی که این مشکلات رو ما توی یوتیوب نداریم یا کمتر داریم. همین الان هم تا این لحظه 142 نفر اومدن توی یوتیوب و بازی رو از طریق یوتیوب دیدن. شما میتونید به همین عزیزان ملحق بشید. هیچ فرقی هم نداره دیگه، جفتش هم فیلتره دیگه. حالا اگر اون زمانی بود که اینستاگرام فیلتر نبود میگفتیم که واقعا سخته توی اینستاگرام دیدن، ولی الان به هر حال مشکل فیلترینگ برای جفت سایت‌ها وجود داره. فیلترینگ یوتیوب دردسرش هم کمتر، یعنی واقعا با فیلتر شکن‌های بهتری هم باز میشه. ازتون میخوام که تشریف بیارید توی یوتیوب کانال وارش اسپورت رو سابسکرایب کنید و از همونجا راحت برنامه‌های لایو ما رو مشاهده کنید. به هر حال ما به احترام شمایی که توی لایو اینستاگرام هستید ما این لایو رو قطع نمی‌کنیم و تا هر زمانی که تعداد زیادی از هوادارا واقعا توی لایو اینستاگرام باشن سعی می‌کنیم که از اینستاگرام هم مثل الان به صورت همزمان با یوتیوب لایو بریم، ولی به هر حال شما سعی کنید همکاری کنید. دوستی پرسیده که چرا خانوما رو راه ندادن. دوست عزیز، آقایون رو به زور راه دادن، یعنی امیدوارم که حالا به هر حال روزی اتفاق بیفته که خانوما رو راه بدن. ما هم تمام تلاشمون رو کردیم، ویژه برنامه هم براش ساختیم، ولی دیدید دیگه امروز آقایون رو واقعا به سختی راه دادن، اصلا می‌خواستن که بدون تماشاگر بشه. امیدوارم به هر حال روزی این اتفاقات کمتر شاهدش باشیم حداقل. من یک طور دیگه ترکیبی که توی نیمه اول داشتیم رو براتون میخونم. اشکان توانا، مجتبی بیژن، آزاد جعفرزاده، سجاد قلی بیگی، سعید طالبی، سیامک علیزاده، محمد رستمی، امید پورغنبری، عباس کندل، حسین خیری و پژمان نژاد. این نکته رو هم بگم که برخلاف پارسال که سعید طالبی کاپیتان اولمون بود، گویا امسال
محمد رستمیه که کاپیتان اولمونه. به هر حال سابقه بیشتری هم داره. البته پارسال هم حرف و حدیث هایی بود که محمد رستمی بخواد کاپیتان بشه، ولی به هر حال خودش انگار مایل نبود. توی ذخیره‌مون هم ما سعید دلاور رو داریم، امیرحسین یوسفی رو داریم، رضا زاهد تبار، آرمان لطف خدا، امیر محمد سیمانپور، سید حسین حقشناس، مسعود پور محمد، محسن انبساطی و مصطفی آقاجانی. یه نکته در مورد حالا آرمان لطف خدا بگم. من توی اینستاگرام بودم، اینستاگرام وارش اسپورت، بعد دیدم یه اکانتی اونجا ما رو تگ کرده، اسمش هست لطف خدا، فکر می‌کنم آندلان آرمان. بعد فکر کردم مثلا از اکانتای چیز دیگه فاز خدا و گاد و اینا دارن، مثلا لابد به خاطر اینه که یوزرش اینطوری. بعد فهمیدم نه، واقعا فامیلیش لطف خدا هست. برای خود من جالب بود که فامیلی جالبی داره. نمیدونم حالا دوستان اگر به من بگن چند دقیقه به شروع بازی مونده، دقایق کمی رو داریم، من سعی میکنم لایو رو قطع نکنم دیگه، به احترام کسایی که توی لایو هستن. من سعی میکنم که لایو رو قطع امین جان 5 دقیقه. امین جان واقعا سخته ورزشگاه نرفتن. اینکه میگی چطوری تحمل کردن، واقعا سخته. حالا چه به عنوان تماشاگر چه به عنوان عکاس و خبرنگار، واقعا سخته ورزشگاه نرفتن، ولی مجبوریم. یعنی اگر ورزشگاه نریم، به هر حال این تعداد از عزیزانی که الان از یوتیوب و اینستاگرام دارن بازی رو تماشا میکنن، خب قادر نخواهند بود که این کار انجام بدن. ناچاریم که بمونیم و بازی رو پخش کنیم متاسفانه. حالا من خیلی دنبال این قضیه هستم که اگر شد یک نفر رو جایگزین خودم کنم. فعلا کسی رو نتونستم پیدا کنم. اگر واقعا روز این اتفاق بیفته که بتونم کسی رو خودم جایگزین کنم، حتما سعی میکنم که ورزشگاه برم. 4-5 دقیقه مونده به پخش بازی. کماکان ازتون دعوت میکنم که بیاین توی یوتیوب و این بازی رو ببینید. یوتیوبمونم آدرسش هست youtube.com/varish و عرضم به خدمت شما که من کامنتار دارم میخونم، با هم مکس میکنم. به دوستاتونم لطفا بگید که بیان و کانال یوتیوب وارش اسپورت رو سابسکرایب کنن. به هر حال با سابسکرایب کردن هاتون، با لایک کردن هاتون، ما هم انگیزه بیشتری میگیریم که سعی کنیم برنامه‌های بیشتری پخش کنیم، یا در کل انگیزه قلبی به وجود میاد دیگه. با لایک کردناتون، با سابسکرایب کردناتون واقعا میتونید این انگیزه رو به ما بدید. البته ممنونم از زمانی که این بازی شروع شده، با اینکه داره توی شبکه باران پخش میشه، الان 9 نفر جدید اومدن کانال یوتیوب وارش اسپورت رو سابسکرایب کردن. ممنونیم از این عزیزانی که میان و سابسکرایب میکنن. در حال بچهای رسانه معمولا با این چیزا دلخوش میشن دیگه. به محض اینکه بازی شروع بشه، من مجدد بازی رو براتون پخش خواهم کرد. من یه چند دقیقه میرم یه آبی بخورم و مجددا برمیگردم خدمت شما. امضای 19 سند و تفاهمنامه همکاری در حوزه‌های نظیر حمل و نقل دریایی، کشاورزی، گمرکی و انرژی. برنامه‌ریزی مشترک تهران و کاراکاس برای افزایش خب تصاویرم هنوز وصل نشده. اینجا دوستان هستن دارن کمک میکنن که ما تصاویر رو بگیریم. هنوز مجددا تصویر وصل نشده، ولی اتفاق خاصی به هر حال نیفتاده. یعنی بازی هنوز شروع نشده، یعنی پیام‌های بازرگانی در حال پخش هست. من یک بار دیگه از شما دعوت میکنم که تشریف بیارید توی لایو یوتیوب وارش اسپورت، این بازی رو تماشا کنید و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. سابسکرایب کردن شما واقعا عاملیه که به ما انگیزه میده. در حال تلاش هستیم که
تصویر استادیوم رو بتونیم بگیریم. تا این لحظه تصویر نرسیده. حالا مشکل چیه من واقعا نمیدونم. حالا میخوام با یه اینترنت دیگه هم گویا پخش سیما مشکل داره. حالا از سایت خود شبکه باران هم اگه شده باز میتونیم اینو پخش کنیم، تفاوتی وجود نداره. یعنی جالبه که دارم میبینم و ویندوزمون آپدیت شده. حالا دوستانی که باشه صحنه هستن اینقدر مشکل پخش داشتیم، از این داستان هم داریم دیگه. لعنتی هم بفرست دیگه. حالا به هر حال تموم شده کارش. لعنتی هم جا داره بفرستیم که به مایکروسافت و آقای بیل گیتس و شرکا. خب آپدیت کنید این سیستمتون، اینقدر مشکل توی لایو اون به وجود نیاره. خب توی یوتیوب البته واقعا مشکلی نبود. بیشترین مشکل توی اینستاگرامی که میزنه قطع میکنه لایو رو، وگرنه توی یوتیوب اگر هم مشکلی باشه به صورت لحظه‌ای قطع میشه. یعنی مشکل حادی معمولا توی یوتیوب به وجود نمیاد. تصویر هم گویا قطع، هنوز تصویری نیومده. امیدوارم تصویر به زودی بیاد. از سیما قطعه نه؟ آره کانالای دیگه یعنی هستن. خیلی به محض اینکه به هر حال تصویر بیاد و تصویر رو براتون پخش خواهیم کرد. واقعا این وضعیت اینترنت ما رو کشت. یعنی بحث لایو رو کار ندارم، واقعا هر روز در عذابی مونم. تصویر گویا اومد، حالا نمیدونم واسه بمونه یا نه. نه. خب یه دور دیگه ترکیب رو براتون بخونم. اگرم حالا سوالی چیزی دارید توی بخش لایو میتونید مطرح کنید. ما امروز اشکال توانا رو داشتیم: مجتبی بیژن، آزاد جعفرزاده، سجاد قلی‌بیگی، سعید طالبی، سیامک علیزاده، محمد رستمی که کاپیتان امروزمونه، امید پورغنبری، عباس کندل، حسین خیری و پژمان نجات. روی نیمکت هم سعید دلاور، امیرحسین یوسفی، رضا زاهدتبار، آرمان لطف خدا، امیر محمد سیمانپور، سید حسین حق شناس، مسعود پور محمد، محسن انبساطی و مصطفی آقاجانی رو داریم. نمیدونم تصویر گویا شروع نشده هنوز. اوکی. هنوز سوت نیمه دوم نخورده. به محض اینکه دوستان تصویر رو بیارن ما حتما برای شما پخش خواهیم کرد. نه هنوز شروع نشده، دارن ولو این چیزا پخش میکنن. این نکته رو هم بگم، این چیزی که این بالا خورده به دلیل مسائل کپی رایته، وگرنه بازی در حال پخش از شبکه بارانه. شما از شبکه باران هم اگر دسترسی دارید به هر طریقی میتونید این بازی رو ببینید. یعنی ما همیشه هدفمون این بوده که تماشاگران بتونن به بیننده های برنامه‌مون به بهترین شکل ممکن بتونن بازی ها رو ببینن. واقعا اینکه شما چشمتون اذیت نشه خواست قلبی ما هم هست. از هر جای راحت تر هستید در حال بازی رو ببینید. اگر دوست دارید از اینستاگرام ببینید، از یوتیوب ببینید یا از شبکه باران. ولی اگر بیاین از یوتیوب ببینید در حال به ما کمک خواهید کرد. تصویر رو نداریم. میخواین البته خیلی پیچیده میشه الان میخوایم تغییرات انجام بدیم. اینترنتتون رو عوض کنید شاید. البته بازی شروع نشده ولی سعی میکنیم که به هر حال به محض اینکه تصویر بیاد براتون پخش شد. اینترنت رو یه اشتراک بذارید، در حال میتونیم همون تصاویر ابتدایی هم که دارن پخش میشن رو برای مخاطبامون بذاریم. من برم یه بررسی کنم چه مشکلی هست، دوباره برمیگردم بهتون ملحق میشم. میهمان یعنی مثل کرمان، سید جلال عبدی، ابوالفضل علایی، سید علیرضا ابراهیمی، میلاد خدایی
خشایار زبرجد، مهران امیری، امیرحسین یحیی‌زاده، علی وزیری پناه، ایمان رازانی، محمد صالح محمدی و محمد امین رضایی 11 بازیکنی هستن که آقای محمودی به زمین مسابقه فرستاده. یه لحظه یه حمله از بازیکن تیم داماش و محمد سجاد قلیبگی که توپ به بیرون رفت. یه لحظه حالا یه بازیکن تیم مس هم روی زمین افتاده و احساس درد میکنه. پزشک تیم میاد تا به وضعیت این بازیکن رسیدگی کنه. از مس کرمان در نیمه اول حسین خیری در همون 20 دقیقه اول تونست داماش رو پیش بندازه. ایمان رازانی و علیرضا ابراهیمی در نیمه اول کارت زرد گرفتن و حالا ببینیم در نیمه دوم چه اتفاقی رو خواهد داد. در دیگر نتایجی که به صورت زنده داره برگزار میشه، سایپا و دریای بابل 0-0 مساوی هستن. مس سنگون و خلیج فارس ماهشهر هم 0-0 مساوی. دو بازی دیگه در روز اول رقابت‌های لیگ دسته اول برگزار خواهد شد که نفت مسجد سلیمان با فجر سپاسی ساعت 19 و 15 دقیقه در مسجد سلیمان به مسافه هم خواهند رفت و پارس جنوبی جم و خیبر خرم‌آباد هم از ساعت 19 و 15 دقیقه در جم مقابل هم بازی خواهند کرد. مابقی دیدارها فردا برگزار خواهد شد که طبق برنامه تیم شهر راز با استقلال ملاثانی، نفتگاز با خوش طلایی سابه و چادر ملوی اردکان با شهرداری آستارا بازی خواهد کرد. دو تیم گیلانی امسال در لیگ دسته اول فوتبال کشور حضور دارند. یکیش همین داماش گیلان ماست و دیگری تیم شهرداری آستارا که فردا بازیش برگزار خواهد شد. برای هر دو نماینده استانمون آرزوی موفقیت داریم در رقابت‌های لیگ دسته اول. فرصت هست برای داماش گیلان، طالبی، خود طالبی، چرخش از طالبی رو به عقب برای رستمی، سیامک علیزاده برای آزاد جعفرزاده، خود آزاد یه سانت پشت مدافعان نرسید توپ به بازیکن داماش. دوباره سیامک خودش صاحب توپ میشه. حالا فرصت هست برای یار شماره 11 محمد سجاد قلیبگی. خود قلیبگی چقدر تعلل کرد که ببینه هم بازی‌های خودش رو. حسین کندل هم کنارش بود. خود قلیبگی حالا یه ریسک تاثیر هم گذاشتن تو بازیش بازیکن تیم مس، اما خطایی نبود. دوباره سمت راست عباس کندل و توپی که بالاخره رسید بهش تایید طالبی. خود طالبی برای قلیبگی و باز هم قلیبگی، دوباره خود سیامک علیزاده، یه شوت از سیامک و توپی که به بیرون میره و کرنر برای داماش. توپ که به سیامک علیزاده میرسه هوادارا ازش انتظار شوت رو دارن. هوادارهای خونگرمی که در ورزشگاه حضور دارن و منتظر گل دوم تیم خودشون هستن. ضربه رو خواهد زد بازیکن تیم داماش. پشت توپ پشمان نجات، در پشتش عکاسان زحمتکش رو هم میبینید که حضور دارن و باید ببینیم که از این ضربه بازیکن تیم داماش چگونه استفاده خواهند کرد. بازیکن مس هم جالبه که همونجا دارن گرم میکنن. محمد امین رضایی روی زمین افتاده و داره به وضعیتش رسیدگی میشه. منتظر هستن تماشاگرای تیم داماش در جایگاه تیفوسی ها، آرام قرار ندارن و منتظر هستن تا تیمشون به گل دوم برسه. شعار داماشی ها اینه که ما پرقدرت برگشتیم و امیدواریم که با قدرت در لیگ یک حضور داشته باشن و بتونن
امسال خودشون رو به لیگ برتر برسونن. حق داماش با این هوادارا هست که بتونن خودشون رو لیگ برتری کنن. سکوی روبروی ورزشگاه هنوز آماده نیست. قطعا اگه اینجا ورزشگاه 2 یا 3 طبقه هم بزنن باز هم تماشاگر میاد و حضور خواهد داشت. ضربه کرنر رو خواهند زد داماشی‌ها اگه پزشک تیم مس بره بیرون. بالا داور اجازه زدن ضربه رو میده به بازیکن داماش. البته قراره تعویض هم انجام بشه. داور کیوان علی محمدی صحبت میکنه با حسین گنجخانی داور چهارم و فعلا تعویضی در کار نیست. توپ رو میفرسته پژمان نژاد و توپی که زد حسین خیری برخوردم کرد گویا به یکی از بازیکن تیم مس، اما داور همچین اعتقادی رو نداشت و ضربه دروازه رو گرفت. کیوان علی محمدی، میلاد قاسمی کمک اول این دیدار هست. به هر حال باید اعلام میکرد اگر دیده بود که توپ به پای بازیکن تیم مس برخورد کرده. حالا یه تعویض در تیم مس کرمان. مصطفی آقاجانی به زمین مسابقه میاد. نه ببخشید، در تیم مس بازیکن 70 محمد صالح محمدی است که بیرون میاد و شما 14 ما نداریم. علی تمامی که 4. لیستی که ما نوشتن لیستی که خود فدراسیون داده و تو لیست من این بازیکن رو نمیبینم با این شماره 14. به هر حال برمیگردیم به گزارش بازی و 2 تعویض در تیم مس که انجام میشه. حافظ علایی با شماره 3 بیرون اومد. توپ رو داماشیا میزنن. اعلام پرتاب میشه برای تیم مس. باید ببینیم که از این چگونه استفاده خواهند کرد. بازیکن مس دوباره تکرار میکنن پرتاب رو. پرتابی که انجام میشه و داماشی‌ها توپ رو میگیرن. حالا یک بار دیگه فرصت برای بازیکن تیم مس کرمان از سمت چپ. اجازه کار رو نمیدن. خشایار زبرجد برخورد میکنه به مدافعان توپ خشایار و وارد دروازه تیم داماش گیلان میشه. حالا خشایار زبرجد گل مساوی رو در این دیدار میزنه. داماش گیلان 1 مس کرمان 1. همه چی به تعویضایی که انجام شد برای مس و ضربی که فرستادن بازیکنان تیم مس به یکی از بازیکنان داماش هم برخورد کرد در بین راه. توپ خشایار و به طاق دروازه اشکان توانا چسبید. یک بار دیگه یار شماره 4 بود از تیم داماش که مشتاق بیژن بود. یه لحظه به پاش برخورد کرد و توپ به گل تبدیل شد. در دقیقه 54 داماش حالا همه چی مساوی میشه در ورزشگاه شهید عضودی شهر رشت و تلاش کنن بازیکن تیم داماش اگه میخوان برنده زمین مسابقه رو ترک کنن. یک بار دیگه به بیرون میفرستن بازیکن تیم مس و پرتاب برای داماش گیلان. پرتابی که انجام میشه. حالا ضربه در اختیار بازیکن تیم داماش هست. علیزاده یه توپ از سمت راست و
کندلی که نرسید به توپ. یه بار دیگه محمد امین رضایی آغازگر بازی خواهد بود. همچنان تماشاگر داماش تیم خودشون رو تشویق میکنن. بار دیگه خشایار زبرجد توپشو میزنن بازیکن تیم داماش گیلان. این بار مجتبی بیژن، عباس کندل زدن کندل رو و اعلام خطا شد. علی وزیری پناه این کار رو انجام داد. دوباره داماشیا در خط دفاعی خودشون صاحب توپ هستن. حسین خیری برای جعفرزاده به راست میاره. یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت محمد سجاد قلیبگی که حالا روش اعلام خطا میشه. سیامک علیزاده پشت توپ ایستاده و باید ببینیم از این توپ چگونه استفاده خواهد کرد. جدا میشه از توپ و آزاد جعفرزاده پشت توپ هست. پژمان نجات میاد تا خودش این ضربه رو بزنه. در حال موقعیت خوبی هست برای تیم داماش، البته کمی دور از دروازه است ولی خب میشه موقعیت خوبی باشه برای این تیم و ارسال هایی که پژمان نجات انجام میده. سعید طالبی هم پشت توپ ایستاده. ضربه‌ای که حالا پژمان میزنه اگه یه خورده پایین تر بود شاید هم وارد دروازه مس میشد. باز هم یه بازیکن تیم مس احساس ناراحتی میکنه. همونجا احساس درد میکنه بازیکن تیم مس. به هر حال هواداری تیم داماش احساس میکنن که میخواد وقت رو تلف کنه بازیکن تیم مس و وقت کشی رو آغاز کنن. البته تیمشون مساوی هست و یک امتیاز در رشت گرفتن هم برای این تیم خوبه. یک بار دیگه بازیکن تیم مس حالا از سمت چپ اعلام آفساید شده. بله توی آفساید بود ایمان رازانی و به توپ ضربه زد. دوباره داماشی ها حالا از سمت چپ بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستن. کوتاه کار میکنن. محمد رستمی رو به عقب توپ رو میارن و به سمت راست که جعفرزاده حضور داره. علیزاده خود علیزاده از میان سه بازیکن توپ رو عبور میده برای آزاد جعفرزاده. رو به عقب حسین خیری به چپ میبره توپ رو جایی که مجتبی بیژن حضور داره. خود بیژن برای سعید طالبی. سعید صاحب توپ هست و توپش به بیرون میره. داور اعلام پرتاب میکنه برای مس کرمان. مسی ها صاحب توپ هستن و خودشون باید پرتاب رو انجام بدن. دورخیز بازیکن تیم مس توپ رو هم پاک میکنه. بازیکن تیم مس کرمان پرتابش رو انجام میده. باز هم در میانه میدان بازیکن تیم داماش صاحب توپ میشن. یه لحظه رستمی تو توپ تاثیر گذاشت اما خشایار زبرجده که توپ رو میگیره. حالا اعلام خطا میشه. خطا روی خشایار گرفته میشه. عرض کردم در نیمه اول که خشایار بازیکن خوبی است و میتونه زهردار باشه که یه گل رو هم زد برای تیم مس کرد. حالا یه بازیکن دیگه که خشایار زبرجد باشه روی زمین افتاده. تعداد افتادن بازیکن‌های تیم مس کرمان روی زمین داره زیاد میشه و به هر حال از اون تب و تاب بازی هم گرفته میشه. هوادارهای تیم داماش هم یک صدا تیم خودشون رو تشویق میکنن و منتظر گل دوم تیمشون هستن.
به هر حال داماشی ها به ورزشگاه اومدن و این هواداره خونگرم داماش گل بزن رشتی ها بیقرارن، شعاری که تو ورزشگاه سر میدن و باید ببینیم که به این خواسته هواداره هم گوش میدن و گل دوم رو ببینیم چه بازیکنی به ثمر خواهد رسوند. خشایار رو به بیرون میارن تا در بیرون از مستطیل سبز به وضعیتش رسیدگی بشه. داور در سود خودش میدم و بازی آغاز میشه. بلافاصله خشایار درخواست میکنه که به زمین مسابقه بره. حالا توپ رو میزنن جایی که اشکان توانا حضور داره. خود اشکان بلافاصله مدافعین خودش رو صاحب توپ میکنه. از همون سمت میان تا حمله رو تدارک بینن بازیکن تیم داماش. از سمت چپ فرصت هست برای بازیکن تیم داماش و برگشت توپ باز هم از مدافعین تیم مس. حالا از سمت راست ضد حمله برای مس کرمان. باید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. پشت محمدی جریمه ضربی که زده میشه برخورد به بازیکنان تیم داماش گیلان. سیامک علیزاده، خیری، خود خیری بلند میزنه به زمین تیم مس. حالا قلیبیگی صاحب توپ، باز هم سیامک علیزاده صاحب توپ میشه. خود سیامک بین دو بازیکن میخواد عبور کنه به چپ برای سجاد قلیبیگی. باز هم به سمت چپ میبرن توپ رو. سانتی که انجام میشه و توپی که به بیرون میره. این هم نمای زیبا که هواداره تیم داماش گیلان در ورزشگاه با نور گوشی های خودشون به راه میندازن. داماش 1 مس 1. داور هم میخواد از دروازه‌بان تیم مس که سریعتر بازی رو آغاز کنه. یک بار دیگه سیامک علیزاده، آزاد جعفرزاده. خود آزاد خطا میکنه روی آزاد جعفرزاده. محمد امین کاویانی بازیکنی که نیمه دوم به زمین مسابقه اومد. یه بازیکنم روی زمین افتاده از تیم مس. میبینید هواداره تیم داماش رو نور گوشی هاشون رو روشن کردن و دارن بازی رو میبینن و تیم خودشون رو تشویق میکنن. چقدر هواداره خوبی ما داریم در استان گیلان و همه تیم های گیلانی که از این هواداره خونگرم دارن بهره میبرن. داماش، سپیدرود، ملوان، شهرداری آستارا، چوکای تالش تیم های پر هوادار استان ما هستن. فرقی هم نمیکنه در کدوم لیگ دارن بازی میکنن، لیگ برتر، لیگ 1، لیگ 2. هوادارا میان و ورزشگاه رو پر میکنن. پرتاب رو انجام خواهد داد حسین خیری برای داماش. خود خیری بلند به محبتی جریمه. فرصت هست برای محمد رستمی. خود رستمی، چرخش از رستمی. باز هم فرصت هست برای داماش گیلان. توپی که زده میشه به دست یکی از بازیکنان برخورد میکنه توپ پژمان نجات، اما خطای پنالتی نیست و کرنر را باید بزنن داماشی ها. 65مین دقیقه از این دیدار. 1-1 مساوی و پژمان نجاتی که میاد تا ضربه کرنر رو بفرسته روی دروازه مس کرمان. این کار انجام میده پژمان و باز هم مدافعین تیم مس که توپ رو به بیرون زدن. پرتاب کنه. پرتاب های و بلند میتونه بفرسته داخل محوطه جریمه. خود خیری دورخیز میکنه، پرتابش انجام میده داخل محوطه جریمه. فرصت هست برای داماش و باز هم محمد رستمی که توپ رو این بار در اختیار میگیره دروازه‌بان تیم مس، محمد امین رضایی. بعد اینکه توپش را زد هم یه خطا بود. و حالا باید ضربه خطا رو بزنه رضایی. چه موقعیت‌های خوبی رو داماش از دست داد. 2-3 موقعیتی که میتونست گل دوم رو به همراه داشته باشه برای تیم داماش گیلان. یک بار دیگه مسی ها از سمت چپ اجازه کار رو نمیده مشتاق بیژن به بازیکن تیم مس و توپی که آرام به بیرون میره. پرتاب برای داماش.
پرتابی که انجام میشه، بلافاصله داماشی از سمت چپ بازی رو آغاز میکنن. حالا صاحب توپ بازیکن تیم مس. یه تعویض رو حالا سیامک فرانی هم میخواد انجام بده. دو تعویض تیم مس. باید ببینیم که چه تغییر رو خواهند داد دو مربی در تیم خودشون. باز هم داماشی‌ها از سمت چپ یه لحظه بعد از اینکه توپ رو زدن طالبی رو، سجاد قلی بیگی و بله اعلام خطا میشه و داور اول آوانتاژ داده بود و حالا اعلام خطا. تعویض باید انجام بشه برای تیم مس. 71 پوریا غلامی به زمین مسابقه میاد و امیر حسین یحیی‌زاده از بازی خارج میشه. عیار شماره 7 سعید حسینپور به زمین مسابقه میاد و ایمان رازانی که یک کار زرد هم داشت به بیرون میره. بدونیم تعویض داماش که خواهد بود. امیر محمد سیمانپور رو میرم در کنار زمین داره خودش آماده میکنه. بازیکن جوان تیم داماش که با کلی حاشیه از این تیم رفت و دوباره به تیم برگشت. در همون موقعی که مشخص نبود کادر مدیریتی باشگاه داماش چه کسی است، سیمانپور از این تیم رفت و بعد از اینکه دوباره مالکای جدید اومدن تیم رو در اختیار گرفتن به تیم برگشت. توپ به بیرون میره و تعویض باید انجام بشه. سیمانپور به جای امید پورقنبری وارد بازی خواهد شد. در اوقات شرعی اذان مغرب به افق رشت هم به سر میبریم. از شما بینندگان عزیز هم التماس دعا داریم. بازیکن تیم داماش، بازیکن تیم مس پرتاب رو باید انجام بدن. میلاد خدایی کاپیتان این تیم پرتاب رو انجام میده. توپ رو به بیرون میزنن. آزاد جعفرزاده پرتاب رو انجام خواهد داد. خود جعفرزاده نمیره باید به کدوم بازیکن بده. کندل ازش توپ میخواد، میفرسته برای کندل. یه لحظه با سر توپ رو دور کرد از خودش عباس کندل و حالا در میانه میدان بازیکن تیم مس صاحب توپ هستن. ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. سعید حسینپور بازیکن تازه وارد تیم مس که توپش به بیرون میره. اولین بازی لیگ یک هست و عرض کردم خدمت شما تیم ها از هم شناخت کافی ندارن. ما باید ببینیم که در ادامه چه نتیجه‌ای برای دو تیم رقم خواهد خورد. توپ رو بلند میزنه کندل، روی توپ تاثیر گذاشت قلی بیگی. حالا فرصت برای سیمانپور، بازیکن تازه وارد در نیمه دوم. خود سیمانپور توپی که میفرسته کماکان موقعیت هست برای تیم داماش گیلان و یه شوتی که باز هم به بیرون رفت. از نهاد هوادارا و نیمکت تیم داماش بلند شد و سیمانپوری که میتونست با ورود به نیمه دوم گل بزنه برای تیم داماش موفق نبود. در اون سمت هم به تیم که توپ پژمان هم به بیرون رفت. بازی رو محمد امین رضایی آغاز میکنه. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش که دوباره خودی نشون بدن. خود سیمانپور ثابتون میشه. قلی بیگی میده، باز هم رو به عقب کندل، باز هم کمی عقب‌تر آزاد جعفرزاده صاحب توپ میشه. خشایار زبرجد روی زمین افتاده و توپ رو آزاد به بیرون میزنه در یک حرکت جوانمردانه و باید ببینیم که نظر داور چه خواهد بود. این دومین باره که خشایار روی زمین افتاده و از ناحیه پای چپ احساس درد میکنه.
همین چهره یار شماره 8 تیم مس. باید به وضعیت این بازیکن رسیدگی بشه و ببینیم که چه خواهد شد. وضعیت خشایار، مس سونگون و خلیج فارس و ماهشر در نیمه اول 1-1 مساوی شدند. سایپا و دریای بابل هم 0-0 مساوی. این بازی هم که 1-1 مساوی است. هر سه بازی لیگ 1 که الان جریان داره مساویه و باید ببینیم که در پایان 90 دقیقه چه نتیجه‌ای رقم خواهد خورد. پوریا غلامی که با تیم مس در نیمه دوم به زمین مسابقه اومده، با ملوان سابقه صعود به لیگ برتر رو داره. محمد مختاری هم که الان مربی تیم داماش هست سابقه حضور در تیم مصر رو داره. یک بار تیم داماش گیلان در خط دفاعی خودش صاحب توپ هستن. توپ رو میارن به راست که بازیکن تیم مس توپ رو گرفتن. در میانه میدان مسیحا صاحب توپ به راست میبرن. یه پشمان نجات میاد، توپ رو میگیره اما موفق نیست. باز هم داماشی‌ها و حالا یه اشتباه بازیکن تیم داماش و گل دوم که اینجا به ثمر میرسه. سعید حسینپور بازیکنی که لحظاتی پیش به بازی اومد گل دوم داماش رو روی یک اشتباه از مدافعین داماش به ثمر رسوند. یه خورده تعارف کردن و گل رو دریافت کردن. گونه بازی خواهد کرد در ادامه. تیمی که گل نزنه گل میخوره. 3-4 موقعیت خوب رو داشتن داماشی ها، به گل تبدیل نکردن. توی ضد حمله گل دوم رو دریافت کردن. حسین خیری میاد تا از اون پرتاب‌های بلند خودش رو دوباره انجام بده. این چهره حسین خیری یار شماره 44 تیم داماش پرتابش انجام میده. با ضربه سرکمی دور میکنن. کندل یه سان داخل محوطه جریمه. فرصت هست برای تیم داماش. سیمانپور ببخشید طالبی بود. دوباره از سمت چپ بازیکن تیم داماش و اعلام خطا نمیشه. یه لحظه روی زمین افتاد امیر محمد سیمانپور رو اعلام خطا نشد. حالا خودش بلند میشه تا این توپ رو در اختیار بگیره. خود سیمانپور توپ رو گرفت. ببینید از این توپ چگونه استفاده میکنن. توپی که فرستاده میشه دروازه‌بان تیم مس در آغوش میکشه. حالا دوتا تعویض باید برای تیم داماش انجام بشه. محسن انبساطی به زمین مسابقه خواهد اومد. همچنین مصطفی آقاجانی. یک بار دیگه داماشی ها از سمت راست. کندل برای سجاد قلیبیکی رو به عقب. آزاد جعفرزاده دوباره به چپ میبرن توپ رو. از سمت چپ مجتبی بیژن به میانه میدان. طالبی برمیگردونه. حالا کندل، خود کندل صاحب توپ. یه چرخش پاش به توپ نرسید کندل بعد اینکه روی زمین افتاد. و حالا بازیکن تیم مس هستن که صاحب توپ هستن. توپ رو به راست میبرن مسی ها. از همون سمت پوریا غلامی توپ رو به بیرون میزنه و حالا به خاطر یه بازیکن داماش که روی زمین افتاده. تعویضا باید انجام بشه. نو محسن انبساطی است که به زمین مسابقه میاد و به جای محمد سجاد قلیبیگی و پژمان نجات بیرون میاد و مصطفی آقاجانی جایگزینش میشه. تعویضها انجام میشه.
77مین دقیقه از این بازی رو هم پشت سر گذاشتیم. بازیکن تیم داماش باید بازی رو آغاز کنن و توپ رو میدن به دروازه‌بان تیم مس. محمد امین رضایی توپ رو میزنه بلند به زمین تیم داماش. برگشت توپ دوباره طالبی کمی عقب‌تر برای علیزاده. اعلام خطا میشه. خطا روی سیامک علیزاده گرفته میشه. بلافاصله بازی رو آغاز میکنه کاپیتان تیم داماش رستمی. سیمانپور توپ رو لو میده و حسینپور از تیم مسی که توپ رو گرفت و حالا بازیکن داماش صاحب توپ شدن. دوباره خود سیمانپور توپ رو میزنن و مدافعین تیم مس هستن که صاحب توپ میشن. توپ رو میزنن به بدن مجتبی بیژن و توپ به بیرون میره. پرتاب رو مسی ها انجام خواهند داد. وزیری پناه میره تا این پرتاب رو انجام بده برای مس کرمان. پرتابی که حالا انجام میشه و باز هم بازیکن تیم داماش که نرسیدن به توپ. دوباره خیری که اعلام خطا میشه روی خیری. کوتاه کار خواهند کرد مجتبی بیژن و خیری. مجتبی بیژن حالا به راست میاره توپ رو برای کندل. عباس کندل. آزاد جعفرزاده. خود آزاد یه لحظه توپش خورد به خشایار زبرجد و اعلام خطا نشد چون به دستش هم انگار برخورد کرد. حالا باز هم توپ رو میسپارن به اشکان توانا. اشکان بلافاصله مجتبی بیژن رو صاحب توپ میکنه. کاپیتان رستمی به چپ میبره. سیمانپور. رستمی. دوباره سیمانپور این بار رو به عقب. بیژن برای سیامک علیزاده. خیری. دوباره آزاد. یه لحظه خشایر میخواست توپش رو بگیره که موفق نبود. مجتبی بیژن. سانتر بیژن میرسه برای انبساطی. نرسید انبساطی به توپ. دوباره یه ساند از بازیکن تیم داماس هم برگشت توپ از مدافعان تیم مس. خشایار زبرجد به دنبال توپش میفرسته جایی که اشکان توانا از داماش حضور داره و توپ رو در حالا داماشی ها میخوان از سمت راست حمله رو تدارک ببینن. سیامک علیزاده توپ میخواد. خیری بلافاصله توپ رو بهش میده برای آزاد جعفرزاده. یه لحظه آزاد توپ رو لو داد و حالا باز هم بازیکن داماش و توپی که باز هم برگشت ادامه کنه. در این دقایق بازی داماشی‌ها به فکر زدن گل تساوی هستن و مسی‌ها میخوان از موقعیت‌های خودشون استفاده کنن که اینجا هم آفساید اعلام میشه. بازیکن مس توی آفساید بود. علی وزیری پناه. خشایار مصدوم هست و مربی تیم قصد بیرون آوردن این بازیکن رو داره. حالا باز هم مسی ها صاحب توپ هستن در خط دفاع. دروازه‌بان رضایی او هم بلافاصله توپ رو میفرسته به میانه های میدان. حالا داماشی ها دوباره صاحب توپ میشن. خیری به چپ برای بیژن. محمد رستمی. انبساطی پشتش حضور داشت اما ترجیح داد که به بیژن بده توپ رو. بلافاصله سیمانپور و باز هم خطا اعلام نمیشه و کماکان بازیکن تیم مس صاحب توپ هستن به سمت دروازه تیم داماش و باز هم توپ رو در اختیار دارم. ببینید از این توپ چگونه استفاده میکنه. حسینپور به چپ برای خشایار زبرجد و توپ خشایار رو
به بیرون میزنن بازیکن تیم داماش. حالا تعویض باید انجام بشه. بله، خشایار زبرجد بیرون خواهد اومد و محمد صبوری وارد بازی میشه. تعویض باید انجام بشه. داور میخواد از خشایار که زودتر به بیرون بره و اتلاف به وقت نکنه. داماشی‌ها بلافاصله بازی رو آغاز میکنن. به چپ میبرن توپ رو داماشی‌ها و کاپیتان رستمی که توپ رو به راست آورد و خیری که توپ رو بی هدف بیرون زد. تیمی که 1-0 جلو افتاده بود بازی رو تا اینجای کار 2-0 واگذار کرده. حدود 6 دقیقه به پایان این بازی زمان باقی داریم و باید ببینیم که در این دقایق چه نتیجه رقم خواهد خورد برای تیم داماش در خانه. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش صاحب توپ. حالا مسیا در وسط راه توپ رو در اختیار میگیرن، اما باز هم داماشی‌ها توپ رو میگیرن رو به عقب. دوباره مسیا صاحب توپ میشن. حالا از سمت چپ میخوان حمله رو تدارک بدن. وزیری پناه، خود علی وزیری پناه برای حسین پور زننده گل دوم برای مس و برگشت توپ از خیری و توپی که اینجا به بیرون میره. وارد 85مین دقیقه از این دیدار شدیم. 5 دقیقه به پایان. توپی که زده میشه از سوی میلاد خدایی و توپی که در اختیار گرفت اشکان توانا. بلافاصله بازی رو شروع کردن. آزاد جعفرزاده از سمت راست، بازیکن تیم داماش کندل. اعلام خطا بشه. خطا روی عباس کندل گرفته میشه. حالا موقعیت خوبی هست برای تیم داماش گیلان و باید ببینیم از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. مجید جلالی رو هم دیدم که در کنار این نعیمی مالک جدید باشگاه داماش نشسته و داره از نزدیک این بازی رو میبینه. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش گیلان و توپی که به بیرون میره. موقعیت خطرناکی برای داماش به وجود اومد که مجتبی بیژن نتونست توپ رو به گل تبدیل کنه. یک بار دیگه محمد امین رضایی. خود رضایی توپ رو میزنه به زمین تیم داماش. صاحب توپ آزاد جعفرزاده به میانه میدان برای خیری. خیری به راست برای عباس کندل. خود کندل توپ رو هر جور که از در اختیار میگیره و توپ به بیرون میره. پرتاب برای داماش. انبساطی میاد تا پرتاب رو انجام بده. این کار رو انجام میده با علیزاده. خود انبساطی صاحب توپ. حالا سمت چپ سیمانپور رو میبینه. نرسید توپ به سیمانپور. کمی اون طرفتر هم یه بازیکن داماش حضور داشت که توپش نرسید. حالا رضا زاهد تبار به بازی خواهد اومد. ببینیم تعویض داماش که انجام خواهد شد. رضا زاهد تباری که به بازی میاد. تعویضی که قراره انجام بشه. البته منتظره بیرون رفتن توپ هستیم و اجازه داور. توپ بیرون نرفته. یک بار دیگه بازیکنان تیم داماش و توپی که به بیرون نرفته و ضد حمله برای مسی ها. کماکان توپ رو در اختیار دارن بازیکن تیم مس و اعلام خطا میشه. بله، کاپیتان محمد رستمی رو میخواد بیرون بیاره سیامک فراهانی و رضا زاهد تبار
وارد بازی خواهد شد. بازیکن کاپیتانی رو هم میدم به سعید طالبی، بازیکنی که سال گذشته نقش بسزایی داشت در صعود تیم داماش به رقابت‌های لیگ یک. نباید از زحمات کادر فنی گذشته تیم داماش هم چشم‌پوشی کنیم. آقا فرشاد پیوز که الان سرمربی تیم سپیدرود هست، آقای کرمانی مقدم، محمد امین عبدالله نیا و همه دوستایی که سال گذشته زحمت کشیدن تا تیم داماش به لیگ یک بیاد، هواداری خونگرم این تیم، حالا تیمی که در رقابت‌های لیگ یک حضور داره و با رسیدگی بیشتر به این تیم میتونن تیم رو به لیگ برتر هم بیارن. یک بار دیگه بازیکنای تیم مس و توپی که آزاد جعفرزاده در اختیار میگیره برای خیری، خود خیری به میانه میدان، انبساطی به چپ برای مجتبی بیژن، دوباره انبساطی، سیامک علیزاده، یک بار دیگه کاپیتان طالبی رو توپ تاثیر گذاشت اما توپش زدن بازیکن تیم مس. عباس کندل میاد به خوبی توپ رو میگیره، حالا سیامک علیزاده باید راه بندازه سمت چپ سیمانپور رو که توپ رسید به یکی از بازیکن تیم داماش در اون سمت و سیمانپوری که رو به عقب میاره توپ رو. ببخشید بازیکنی که توپ رو آورد مصطفی آقاجانی بود. حالا این سمت کندل، توپی که میزنه کندل به پای مدافعان تیم مس برخورد میکنه و به بیرون میره. عباس پرتاب رو انجام خواهد داد، این کار رو انجام میده با سیمانپور، خود کندل، دوباره سیمانپور، عباس کندل یه سان داخل محوطه جریمه که توپ به مدافعان تیم مس رسید و از این سمت توپ به بیرون رفت. سیامک فرانی رو میبینید، مربی کار کشته تیم داماش گیلان امسال به تیم داماش اومده تا بتونه خاطرات خوب خودش با داماش رو زنده کنه، تیمی رو که به فینال جام حذفی آورد و اون داستان هایی که خودتون بهتر میدونید برای تیم داماش پیش اومد. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش که باز هم توپ به بیرون میره. 6 دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم در نظر گرفته میشه. 45 دقیقه نیمه دوم هم تمام شده و 90 دقیقه به پایان رسیده. داماش دوتا بازی دوستانه داشت و پیکان استقلال رو تونست شکست بده. حالا در رقابت لیگ یک باید خودش رو نشون بده. تا اینجای کار 2-1 عقب هست، اعلام خطا نمیشه. هواداری تیم داماش انتظار اعلام خطا رو داشتن از داور این دیدار. یک بار دیگه از سمت راست بازیکن تیم داماش جعفرزاده برای سیمانپور، خود سیمانپور یه خورده انگار در توپ گرفتن عجله میکنه، خطایی رو انجام میده و توپ رو باید بزنن بازیکن تیم مس کرمان. سیامک فرانی تو کجا جلو اومده، باید به بازیکناش بگه که توپ رو کمی جلوتر ببرن. یک بار دیگه جا داره تشکر کنیم از همه مسئولین که زحمت کشیدن تا این ورزشگاه آماده دیدار تیم داماش بشه. امیدواریم که هر چه سریعتر فرصت برای بازیکن تیم مس و اشتباهی رو کردن در این دقایق بازیکنان تیم داماش، مدافعین این تیم و هر طوری که بود اشکان توانا تونست توپ رو کنترل کنه. به هر حال خیلی موقعیت خوبی بود برای تیم مس در این دقایق از بازی که توپ رو در اختیار داشتن. به هر حال داماشی‌ها باید بیشتر تمرکز خودشون رو روی بازی بذارن و بیشتر کار کنن تا بتونن در بازی‌های بعدی موفق‌تر ظاهر بشن که قطعاً سیامک فرانی برنامه خاصی داره برای بازی‌های بعدی این تیم و نقاط ضعف تیمش رو شناسایی خواهد کرد و به اونا رسیدگی میکنه. تیم خوبی رو بسته تا این جای کار، بهتر میدونید تیمی که دیر بسته شد و
راهی مسابقات لیگ یک شد. بازم فرصت هست برای بازیکن تیم داماش. ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد و توپی که نرسید به عباس کندر. یه لحظه زد مصطفی آقاجانی. حالا سیمانپور رو به آزاد جعفرزاده. سیامک علیزاده. سیامک نگاه میکنه دوباره به آزاد جعفرزاده. همه بازیکن تیم مس دارن دفاع میکنن. برگشت توپ. حالا محمد امین کاویانی از سمت چپ. بازیکن تیم مس و توپی که در اختیار میگیره اشکان توانا. بلافاصله بازی رو آغاز میکنن. داماشیا خیلی دیر شروع کردن و هوادارهای تیم داماش هم این نکته رو میدونن. قطعا باید به این بازیکن‌ها فرصت داده بشه تا هفته‌های آینده این تیم و این هوادارها شگفتی‌های زیادی رو در لیگ یک خلق خواهند کرد. بهتر میدونید که هواداره فوتبال در استان گیلان همیشه یار 12 تیم‌های خودشون بودن. میبینید در دقیقه 90 بازی که تیمشون عقب هست باز هم دارن تیم خودشون تشویق میکنن و این هوادارا سرمایه فوتبال ما هستن. اعلام خطا میشه. داور خطا نمیگیره. کمک اشاره میکنه که از کنار دروازه مس کرمان بازی باید آغاز بشه. به هر حال میتونستن یه موقعیت خوبی رو داشته باشن داماشی‌ها که اینجا کارت زرد رو هم میده داور به دروازه‌بان تیم مس کرمان محمد امین رضایی. خود رضایی به دلیل تأخیر در انجام بازی که حالا بازی رو آغاز میکنه و فرصت هست برای بازیکن تیم مس. خود مسی ها صاحب توپ رو به راست میبرن. ببینم چند دقیقه از این بازی زمان باقی است. 5 دقیقه و 30 ثانیه شده و فقط 30 ثانیه به 6 دقیقه وقت تلف شده اعلام شده است توی کمک داور چهارم. زمان باقی است. یک بار دیگه از سمت راست سیمانپور. خود سیمانپور به دست بازیکن مس برخورد میکنه توپ و این بار دیگه داور نظر کمک خودش رو قبول میکنه. کمک اول اینجا میلاد قاسمی است و کمک دوم امین اسکندری. به هر حال گرفته این توپ رو. یه تشکری هم بکنم از همکاران خوب مستقر در ورزشگاه شهید عزادی شهر رشت به زحمت کشیدن تا این بازی به هر نحوی بود که برای شما بینندگان عزیز پخش بشه. جایگاه مناسبی توش حضور نداریم اما به هر حال زحمت میکشن تصویربرداران و همکاران فنی و کارگردان و همه دوستان تا این بازی رو شما بتون از منازلتون به زیبایی هر چقدر ببینید. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش. توپی که فرستاد مصطفی آقاجانی و توپ به بیرون رفت. یک بار دیگه یه سانت و توپی که به کورنر رفت. به تشکر از مدیر کل محترم صدا و سیمای مرکزی گیلان، معاون محترم سیما، همکارانمون در پخش که همه زحمت کشیدن تا این بازی امروز به زنده و مستقیم برای شما بینندگان عزیز به نمایش گذاشته بشه. یک بار دیگه فرصت و باز هم از این کورنر استفاده نمی‌کنن داماشی‌ها. حالا توپی که فرستاده میشه آزاد جعفرزاده برمیگرده توپ آزاد و باز هم توپ رو به هوا میزنن بازیکن تیم مس داخل محوطه جریمه. باز هم توپ اینجا میرسه به سیمانپور. خود سیمانپور یه بازیکن تیم داماش که آزاد جعفرزاده باشه و توپی که در اختیار میگیره محمد امین رضایی و همینجا سوت پایان این بازی به صدا در میاد. برتری 2-1 مس در رشت و شکست تیم داماش در اولین دیدار خانگی. در حال بازی برد و باخت داره و تیم داماش بازی برده رو اینجا واگذار میکنه. امیدوارم که از تماشای این مسابقه لذت برده باشید. تا دیداری بعد خدایار و نگهدار شما. خب دیدید چی شد؟ من کامنت های اینستاگرام هم ببینم میتونم باز کنم یا نه. فکر میکنم که بسته باشن. کامنت های یوتیوب البته بازن. بر اثر
یک سری اشتباهات فردی بازی رو واگذار کردیم. بازی که در ابتدا 1-0 جلو بودیم ولی در نهایت 2-1 بازی رو واگذار کردیم. حرف زیادی واقعا نمیشه زد. تشکر میکنم از این حدود 200 نفری که الان آنلاین هستن، 10-15 نفری که توی یوتیوب آنلاینن و 212 نفری که در یوتیوب اومدن بازی رو تماشا کردن و حدود 2000 نفری که در اینستاگرام ما رو دیدن. ممنونم ازت محمد رضا جان. رکورد شکست ناپذیری داماش پس از 1160 روز شکسته شد. داماش آخرین بار 1160 روز پیش در رشت شکست خورده بود. امروز بعد از گذشت 1160 روز مغلوب مس کرمان شد. مسی که یک جورایی برامون گربه سیاه شده. ما نتونستیم در حداقل 10 سال اخیر شکستش بدیم، یا بهش باختیم یا مساوی کردیم. فکر میکنم این نتیجه نشون دهنده وضع یارگیری ما در فرجه شروع فصل هم بود. حالا من نمیخوام خیلی قضاوت کنم ولی به هر حال نتیجه گویاست. نشد اون چه که باید بشه، نشد که بتونیم اولین حضورمون بعد از 7 سال توی آزادی رو با پیروزی داماش جشن بگیریم. امیدوارم که این درسی بشه برای ادامه فصلمون که بتونیم حداقل فصل رو اونجوری که دوست داریم به پایان برسونیم. کامنت ها شما من دارم میخونم توی هم یوتیوب هم توی اینستاگرام. بله مفت باختیم واقعا. یک طور دیگه ازتون تشکر میکنم. ممنون از اینکه با اینکه شبکه باران داشت بازی رو پخش میکرد اومدین توی لایو اینستاگرام و یوتیوب وارش اسپورت و این بازی رو دیدید. ازتون دعوت میکنم که سر بزنید حتما به یوتیوب وارش اسپورت، بازی ها رو از یوتیوب ببینید. باعث میشه دیدن شما که ما انگیزه بگیریم. همچنین توی یوتیوب میتونید بازی رو با هر کیفیتی که دوست دارید ببینید. این چیزهای اضافه روی صفحه نمیاد. میتونید عقب بزنید بازی رو ببینید. اگر دیر به لایو ملحق شدید میتونید بازی رو از اول ببینید. در کل مزایای دیدن توی یوتیوب به هر حال خیلی بیشتره. آره این نکته رو هم بگم که همین الان که این لایو رو ما به پایان برسونیم بازی سیف خواهد شد. شما میتونید بازی رو اگر از اول ندیدید توی یوتیوب تماشا کنید. بله کامنت هایی هم که شما میفرمایید که اکثرشون درسته. به هر حال چی میشه گفت، وضعیت اینترنتمون هم خراب بود. نیمه اول مشکلاتی داشتیم، خوشبختانه نیمه دوم مشکلات کمتر شد. امیدوارم که در بازی‌های بعدی هم نتیجه بهتری بگیریم، هم وضعیت پخشمون بهتر از این باشه. دوستان دارن کامنت میذارن توی اینستاگرام و یوتیوب. من واقعا دلم نمیاد که این لایو رو ببندم. واقعا خیلی تلخ بود دیگه. حالا ما نتیجه بازی هم توی صفحه اینستاگراممون کار کردیم. نتیجه بقیه بازیام حتما من میذارم توی اینستاگرام و توی سایت میذاریم. حالا نتیجه بقیه بازی هم البته فعلا حالا برای ما مهم نیست، در ابتدای فصل هستیم. خلاصه اینطور دیگه. دم همگی گرم. یه خسته نباشید بهتون میگم که حالا به هر حال چه توی ورزشگاه بودید، چه پای تلفن، چه پای گوشی بودید، پای تلویزیون بودید این بازی رو تماشا کردید، به شما هم خسته نباشید. یعنی خستگیش مون تو تنمون دیگه، تو تن بازیکن‌ها حتما مونده. امیدوارم که بازی‌های بعدی بتونیم جبران کنیم. نکته اگر نیست همکاران، خب نه نکته هم نیست. من با شما خداحافظی میکنم تا پخش دیگر و دیداری مجدد. فقط این نکته رو هم بگم که بازی هفته دیگه با فجر شهید سپاسی شیراز در ورزشگاه حافظیه شیراز در 19 شهریور رأس ساعت
18:30 برگزار میشه. یه تصویری روی میخوام شارژر اینجا اصلا نمیتونم. خب همین دیگه، ما سعی میکنیم گزارش تصویری و نکات و حواشی بازی هم برای شما بذاریم. نتیجه سایر بازی ها من خدمتتون بگم الان به دستمون رسیده. داماش گیلان که توی رشت از مس کرمان شکست خورد 2-1. سایپا و دریای بابل 0-0 کردن. مثل سنگون و خلیج فارس ماشر 1-1 کردن. البته بعضی از بازی ها هنوز تموم نشدن. نفت مسجد سلیمان تا دقیقه 21-0 از فجر سپاسی حریف هفته آینده اون جلوه و بقیه بازی هم که حالا به زودی ما قرار میدیم. به محض اینکه بازی تموم بشن ما حتما تصویرش رو و نتایجش رو توی کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام و سایت مارش اسپورت قرار خواهیم داد. خلاصه نشد اونجوری که باید بشه دیگه. من دیگه سعی میکنم ازتون خداحافظی کنم تا دیدار مجدد. خدا نگهدار.